8 اپریل سال 2022 تخمینا ساعت 22:10 راننده автомашین تمغه اوپل زفیره رجب علیف بختاور سال تولدش 1992 ساکن نویه شهر توز هنگام حرکت از سمت نویه شهر توز به سمت نویه قبادیان در حدود جماعت دهات نواباد از حوزه دوره واسطه نقلیات نبر آمده در کنار راه چپ شده است. در نتیجه مسافر автомашین مذکور احمد علیف ارکینبوی سال تولدش 2001 ساکن نویه رودکی جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه وخش با عریضه مرد 32 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که 7 اپریل سال 2022 تخمینا ساعت 2:00 شخص نامعلوم با راه پنهانی از زمین‌های دهه آزادی ملت شهر مذکور یک سر چهارپای کلان شاخدار را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرر رسانیده شده 10,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا جوان 22 ساله ساکن نویه ذکر گردیده همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. و شعبه وزارت کارهای داخله در شهر ایسار با عریضه مرد 34 ساله ساکن شهر مذکور مراجعت نموده است که سال 2015 مرد 35 ساله ساکن جماعت شهرک ایسار با راه فریب به باوریش در آمده از او 2 عدد автомашین بارکش تمغه دولند را به مبلغ 78,000 دلار امریکایی گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد.